سلام علیکم، چه خبر خوشگلای من دکتر هستم. به ویدیو جدید من خوش اومدید. آجی امروز میخوایم 5 تا گان برتر رو بهتون تو کال آف دیوتی بگم. یک، اول کیارم و AK 117 پلکا مهمه بندازی روشون. اول از همه پلک بازو رو میندازیم که واسه یه دقت خیلی خوبه. بعد خشاب طلایی، بعد یه دونه پلک چیه تیر میندازیم و روی کیارن تیر این دویدن هم جوریه که مثلا ای میگیری سرعتت بیشتر میشه. خب اول از همه AK 117 تست میکنیم. نگاه کنید. خب نگاه از این فاصله کنم لگت چیزی نداره. نگاه چند تیر میندازه. کنم با 10 تا تیر رو بندازه. لگت نقطه میزنه پسر. نگاه کنید نقطه میزنه. خب کنید از این فاصله چه میزنه. حالا این گوشی من زیاد خوب نیست. خب بعضی موقع میسی چیزی میخوره. میندازه اصلا یه تیر میندازه. یه کسی 117 واسه فایت نزدیکم خوبه. خب حالا میخوایم بریم واسه دیل و اچس. اچس رو میکشیم بعد دیل رو میکشیم. اینجا میخوام دیل رو بکشم. دیل هم بکشیم. پلکا اینجا طلایی نذاره که بریم و خب اینجا این دیلم باید روغان میندازه. حالا از دوران تستش کنیم. اصلا نگو نکن 180 تا از دور دمیج میده. 180 تا خیلی ها. از این فاصله 180 دمیج میده. بعضی موقع میندازه بعضی موقع 70 تا. بستگی به چیز داره دیگه. خب بچه این شد پاشوی گل من. میندازن یه تیر میندازن مثل همون کیارمه. لازم نیست مثلا 2 تا تیر بندازه. از این دور 200 دمیج میده. 97 دمیج میده. 98 هم دمیج میده. بچه یه چیزی رو نگفتم بهتون. تا اینجا ویدیو اومدی چرا ساب نمی کنی؟ لایک نمی کنی؟ زنگوله رو نمی زنی؟ خدای اگه تا اینجا اومدی زنگوله و ساب و اینا رو بزن. دمت هم گرم. نه داشت نظره بد نگیر. دمت هم گرم بچه. این دمت هم گرم از لحاظ بد نگیرید. دمت هم گرم چیز بدی نی. ما اصلا چه نگاه کن از این فاصله نباید این دمیجو بده. این داده بعضی موقع اصلا 2 تیر از دور. اسمال مثلا از نزدیک زیاد خوب نیستم. مثلا نگاه کن میرینم از نزدیک. یه سری داشتم آلکاتراز باز میکردیم. دهان سرویس 2 تا دیل کشیده بود اومد تو صورت من اومدن گانم رو چنج کنم. رفیدم اسم به نزدیک شد. پشمای خودم ریخت. این مثلا چجوری خیلی چیز عجیبه. حاجی این انفو نگم. خدا نه ها خدا. اما نگاه بزنم با 8 تا میندازه. حالا نمیدونم واسه لجندشه چیشه اما با 8 تا میندازه. خیلی چیز خوبیه. حالا
بیا بریم استریم رو نگاه کنیم زب میشه کلا. داشتوی من خدای گانای خوبی هن. خوبا بریم حالا بهتون اتچمنت ها رو بدیم. شما که تا اینجا آمدید اتچمنت ها هم بگیرید دیگه. اینجا رو دیدی هرچی فرم میندازی هرچی گانی میندازی اون یک گانا قیب میشن. گان داشت مردی میخواد فایت فینیشر بزنه. فینیشر خب حالا بریم بهتون نشونش بدیم. نمیریم نمیخوام بریم یا نرویم. نمیریم ول کن. تو ویدیو بعد خداحافظ. نه بابا شوخی کردم ها. بریم نشون بدیم. اینو بزنیم نه نشون بدیم ندیم. باش بابا سگ خود نشون بدیم. خب بعد رو نگاه میکنید. خدایی اتچمنت خوبیه. خودتون که دیدید. خدا این از کیاره نگاه کنید. قشنگ نگاه کنید. باگ اینم از A617 AK117 رو به کسی ندید. من به شما میدم شما به کسی ندید. میدید بدمغ میشیم. اینم از اجز بچینید خدای بچینید. گانو خوبی هست. برین سراغ دیگه. این دیگه این دیگه نه این دیگه این یکیه. خب این چیه؟ این دیگه بریم این فورم بهتون نشون بدین کلیپ تمام بشود. این هم این فور. خب تا ویدیو بعد گود بای از من. مرسی که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید. واسه دوستاتون هم بفرستید. نداشت اتچمنت ها چرا بده دوسته حیف نی؟